به ویدیوی چهارم از سری آموزش‌های نرم افزار میوزسکور استودیوی 4 خوش اومدید. در این ویدیو نسخه نرم افزار من به 4/5 آپدیت شده که تغییرات ریز و درشتی داشته و در طی ویدیوهای آینده به این تغییرات اشاره خواهم کرد. یکی از این تغییرات عوض شدن آیکان برنامه است که باید چشممون یواش یواش بهش عادت بکنه. خب در این ویدیو میخوایم به این بپردازیم که چطور میتونیم سازهای بیشتری رو به اسکورمون اضافه بکنیم و چطور اونها رو مدیریت بکنیم. برای اضافه کردن سازها خیلی راحت میتونیم به پنل لی‌آوت بریم و با کلیک بر روی دکمه اد گزینه نیو اینسترومنتس رو کلیک کنیم و یا به سادگی دکمه آی رو روی کیبورد فشار بدیم. با این کار یک دایلوگ باکس باز میشه که عنوانش هست Add New Instruments. در سمت چپ این دایلوگ باکس یک سکشن قرار داره با عنوان فامیلی. توی این قسمت من عادت دارم که گزینه All Instruments رو فعال بکنم. به این دلیل که از این طریق میتونم به همه سازهای ممکن در این نرم افزار دسترسی داشته باشم. از گروه استرینگز یا همون سازهای کششی دنبال ساز ویولون میگردم. وقتی ساز رو پیدا کردم اون رو انتخاب میکنم و با کلیک به روی دکمه اد اون رو به لیست سازهای اسکورم اضافه میکنم. همونطور که میبینید یک مجموعه خط حامل یا استف به اسکور ما اضافه شده و حالا چون بیشتر از یک ساز داریم اسم هر کدوم از سازها در کنار استف خودشون نوشته شده. مثلا فلوت در بالا قرار گرفته و ویولون در پایین. طبیعتاً وقتی سازهای مختلف رو به سیستم اضافه میکنیم اونها از همون میزان نما و از همون سرکلید ساز اصلی تبعیت میکنن. در پنل لی‌آوت یعنی همون جایی که سازها رو میتونستیم اضافه بکنیم میتونیم لیست سازها رو ببینیم و اونها رو مدیریت بکنیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد تغییر چیدمان سازها یا ترتیب قرارگیری اونهاست. کافیه که یک ساز رو با درگ اند دراپ کردن به بالاتر یا پایینتر از جای خودش انتقال بدیم. این تغییرات در صفحه اصلی اسکور ما هم اعمال میشه. برای هر ساز یک علامت settings در نظر گرفته شده که وقتی روی اون کلیک میکنیم میتونیم اسم ساز و اسم اختصاری اون رو تغییر بدیم. مثلا من اسم ساز ویولون رو به ویولون 1 تغییر میدم. مجدداً دکمه اد رو میزنم تا سازهای بیشتری رو اضافه بکنم. یک ساز دیگه اضافه کردم که مجدداً ویولون هست و چون ویولون دوم هست اسم اون رو به صورت لاتین به ویولون 2 تغییر میدم. اگر به اسکور دقت بکنید میبینید که نرم افزار به صورت اتوماتیک سازهای هم خانواده رو با یک برکت به همدیگه وصل میکنه. مجدداً میرم سراغ اضافه کردن سازهای دیگه و این بار علاوه بر هارپسیکورد ساز ویولا رو هم اضافه میکنم. در همین دایلوگ باکس هم میتونم ترتیب قرارگیری سازها رو تغییر بدم. همیشه در ابتدای شروع یک سیستم یعنی مجموعه‌ای از استف‌ها اسم سازها به صورت کامل نوشته میشه. ولی در ادامه سیستم یعنی در خطوط بعدی اسم سازها به صورت اختصاری میاد. همچنین وقتی صفحه پر میشه و دیگه جایی برای میزانها نیست خود به خود یک صفحه اضافه میشه و میزانها به صفحه بعدی منتقل میشن. برای اسکرال کردن یا همون بالا پایین کردن صفحه کافیه که از غلطک موس استفاده بکنیم و اگر دوست داریم که به صورت افقی بین صفحات جابجا بشیم
همزمان با استفاده از غلطک موز دکمه شیفت رو روی کیبورد نگه می‌داریم. وقتی صفحات جدید اضافه میشن، نرم افزار به طور اتوماتیک شماره صفحات جدید رو به گوشه بالا سمت چپ یا راست اونها اضافه میکنه. من ویدیو رو پاوز میکنم، نوت‌های سازهای دیگر رو اضافه میکنم و بعد برمیگردیم تا به تنظیمات بیشتر بپردازیم. میبینید که نوت سازهای دیگر رو وارد کردم و بخش منویت این پارتیتور تکمیل شده. یکی دیگه از کارهایی که انجام دادم، از منوی فرمت، بخش پیج ستینگز، سایز صفحه رو به A4 تغییر دادم. همچنین واحدهای اندازه‌گیری رو به حالت متریک تبدیل کردم که ما معمولاً عادت داریم ازشون استفاده میکنیم. یکی دیگه از تغییراتی که میبینید این هست که استف کلید سول یا همون استف تریبل از بخش هارپسیکورد حذف شده. برای این کار کافیه به پنل لی‌آوت مراجعه بکنم، همون جایی که سازها رو مدیریت میکردیم. فلش کنار عنوان هارپسیکورد رو کلیک کنم و استف بالایی یا همون استف تریبل رو به حالت پنهان در بیارم. دلیل من برای این کار این بوده که در این نوت نویسی هیچ نیازی به استف تریبل نداشتیم و نوت‌های هارپسیکورد فقط در محدوده باس نوشته شده. تغییر بعدی که می‌بینید اضافه شدن یک علامت قفل به انتهای هر خط حامله. این امکان در واقع در نسخه 4/5 نرم افزار اضافه شده و به این معنی هست که شما میتونید یک سیستم رو قفل بکنید تا میزانهای اون سیستم کنار همدیگه باقی بمونن. برای مثال من قفل این سیستم رو برمیدارم و بعد دوباره مجددا میزانها رو انتخاب میکنم و از پنل پراپرتیز گزینه لاک سلکتد سیستم رو فعال میکنم. این کار تا حدی دردسر چسبوندن میزانها به همدیگه یا جدا کردن اونها رو کم میکنه. و همونطور که میبینید من به ازای هر 4 میزان سیستم رو لاک کردم. به پایان این قسمت از آموزش میرسیم و در ویدیوهای بعدی من جزئیات بیشتری رو در مورد این نرم افزار و نوت نویسی در اون با شما به اشتراک میذارم.